فلسفه عاشورا ایره باید داشته باشیم که تاریخ 10 محرم را عاشورا میگن. عاشورا روز شهادت امام حسین رضی الله تعالی عنه، نواسی گرامی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، با 70 نفر کم و بیش فامیل اینها به توسط یزید به شهادت رسیدن. بسیار ظلم صورت گرفته از سوی یزید به همراه آل نبی صلی الله علیه و سلم. خو ایره باید داشته باشیم که سال در سال یا عاشورا را ماتم گرفتن، این بس در اسلام نیست، این جایز نیست. شریعت اسلام 3 روز به ماتم اجازه میده. جواب بتین چند روز؟ یک کس فوت میکنه تا 3 روز غم کردن، مصیبت، او هم بسیار چیغ زدن بیجای و گریوان چیر کردن و روی زدن و مثل که یگان زنا میکنن، و هم این چیزا دایش نیست، این چیزا دو جایز نیست. در شریعت در احادیث ممانعت آمده. در چوکات شریعت تا 3 روز غم است. جز از زن که شوهرش فوت میکنه 4 ماه و 10 روز بریزی غم است. چند روز؟ 4 ماه و 10 روز بریزی مصیبت بزرگ است. شوهرش فوت کرده 4 ماه و 10 روز بریزی غم است. اما به دیگر مسلمان ها از 3 روز بزیاد نیست. درست است که امام حسین رضی الله تعالی عنه امرش بسیار ظلم شده. در این ماه محرم، در 10 محرم که عاشورا است، بسیار ظلم شده. خو اینم باید داشته باشین که عاشورا پیش از شهادت امام حسین رضی الله تعالی عنه هم ای بود. این تاریخ از اینجا شروع نشده. عاشورا بسیار واقعات بزرگ پیش از اسلام هم رخ داده. در صحیح البخاری امام بخاری یک روایت میاره، رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که از مکه معظمه به مدینه منوره هجرت کرد، لما قدم النبی صلی الله علیه و سلم المدینه، زمانی که رسول الله مبارک از مکه معظمه به مدینه آمد، فوجد اليهود یصومون یوم عاشورا، یهودیان را دید که در روز عاشورا روزه میگیرن. روز عاشورا روزه میگیرن. ببین تا حال امام حسین رضی الله تعالی عنه هیچ گپا صورت نگرفته. عاشورا بود، محرم بود، عاشورا بود، دید که یهودیان روزه میگیرن. فسألهم، پیامبر ما از اینها پرسان کرد که فلسفه روزه گرفتن شما در عاشورا چیست؟ آنها جواب دادن یا رسول الله، یهودیان روز عاشورا 10 محرم روزه میگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر که روز استقلال یهود هست. روزی است که پروردگار پیامبر یهودیان را دامیر روز از عذاب و از ظلم فرعون نجات داده. روزی است که پروردگار دینمی روز عاشورا دشمن یهود را الله هلاک کرده. اغرق الله فرعون و نجا موسی. در حدیث میں الفاظ حدیث صحیح البخاری است، هو یوم، روز عاشورا روزی است، اغرق الله فیه فرعون، پروردگار در این روز فرعون غرق کرده، و نجا موسی، و حضرت موسی را نجات داده. فنحن نصومه شکرا لله تعالی، پس ما از خاطر ادا کردن شکرانگی پروردگار هر سال که عاشورا میں روزه میگیریم. یهودیا گفتن خب روز استقلال ماست، دشمن بنیادی ما هلاک شده، پیامبر ما نجات یافته، ما از خاطر شکرانگی الله هر روز این روزه میگیریم. پیامبر ما تایید کرد گپش، گو بسیار خوب، ما هم باید روزه بگیریم. حضرت موسی خو برادر ما بود و هم پیامبر، ما هم پیامبر. صحابه را گفت صوموا عاشورا، صحابه شما عاشورا رو روزه بگیرین. و خالفوا فیه الیهود، و از یهودیا مخالفت داشته باشین. صوموا قبله یوما و بعده، یک روز قبلش یا یک روز بعدش همراش روزه بگیرین. تاریخ که 10 محرم، تاریخ 9 و یا هم تاریخ 11 را کتش یک جا کنین که از مشابهت یهود گب برایا. فقهای ما میگن که سنت است.
سنت است روزه گرفتن روز عاشورا. هدف هم چی بود؟ روز عاشورا پیش از شهادت امام حسین رضی الله عنهم تاریخ داشت. روز نجات حضرت موسی علیه السلام بود، روز هلاکت فرعون بود، دمی روز عاشورا. به هر حال دیگر تاریخ هم تاریخ بسیار روایات می آورده. محاصره شعب ابی طالب دینمی محرم شده، دینمی عاشورا شکست خورده و یک محاصره بود مثل کالی امریکا سیادگا یگان محاصره سر یگان دولت اسلامی وضع میکنه یا تقلید میکنه نظمو کفار و مشرکین زمو زمان. حضرت ابراهیم علیه السلام یگان تاریخ نوشته میکنه حضرت ابراهیم علیه السلام که ذاتش نمرود نجات پیدا کرد روز عاشورا بود. تحویل قبله ما که از بیت المقدس به سوی خانه کعبه شده دمی روز عاشورا شده. حضرت یوسف علیه السلام که از بندی خانه می برای نجات پیدا میکنه روز عاشورا بود. حضرت نوح علیه السلام که کشتی سر کوی جودی قرار میگیره روز عاشورا بود. حضرت یونس علیه السلام که از شکم ماهی نجات پیدا میکنه روز عاشورا بود. حضرت اسماعیل علیه السلام که زیر کار د امتحان کامیاب میشه، د جایش یک گوسفند از جنت آورده میشه و د جایش حلال میشه و حضرت اسماعیل علیه السلام از زیر کارت نجات پیدا میکنه روز عاشورا بود. بسیار واقعات صورت گرفته در روز عاشورا. غزوه خیبر بزرگترین غزوه در اسلام غزوه خیبر هست و در روز عاشورا شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم 7 روز یا 8 روز این محاصره بود. در یک قلعه یهود محاصره بودن، قلعه بسیار خطرناک قوی قلعه بود. پیامبر گرامی علیه السلام فرمود سبا این شمشیر به کسی میتم که او را الله هم دوست داره، رسول الله هم دوست داره و این خیبر را الله به دست زو فتح خواد کرد. هر صحابی منتظر است، آرزو داره که این نفر ما باشم که شمشیر پیامبر اسلام این پرچم اسلام به دست ما بتا. صبح که شد هر کس آرزو داده در دل خود. رسول الله مبارک صدا کرد گفت حضرت علی کجاست؟ فاتح خیبر حضرت علی رضی الله تعالی عنه. رسول الله مبارک شمشیر بر داد و خیبر به دست حضرت علی صاحب در تحت قیادت یزی فتح شد، در روز عاشورا شد. اگر ما بخاطر شهادت یک صحابی این ماتم بگیریم، یک روز در تمام سال نمیمانه که در او روز یک صحابی شهید نشده باشه. خیلی کل سال پر ششته باشیم برای زمین ماتم، سال پر بشینیم بخاطر زمین ماتم. حضرت عثمان صاحب شهید شده، حضرت عمر صاحب شهید شده. از زمان رسول الله مبارک تا ختم زتا زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ 27,000 صحابه به شهادت رسیدن. هر روز خامخا یک واقع و یک حادثه هست. پس هر روز بخاطر زمین یگان شهادت ها یگان واقعات ما تعطیل کنیم و معطل کنیم دیگه کل سال پر می تو بشینیم. درست نیست.